درود عرض میکنم خدمت بچهای عزیز. امیدوارم حالتون عالی باشه. تحلیل هفتگی رو با هم میخوایم بررسی بکنیم. طبق معمول از اخبار شروع میکنیم و با چارت ها به پایان میرسونیم. بچه روز دوشنبه اجازه بدید من اینو کلا فارسیش بکنم که خیلی راحت شما هم بتونید متوجه بشید کار به چه صورته. ببینید ما روز دوشنبه میبینیم که در واقع یه سری خبرهای خیلی کمی داریم روی در واقع نیوزلند و چین. دو تا خبر داریم اونجا در واقع خبر قرار منتشر بشه. اگه بخوام بیام پایینتر و شروع کنم توضیح دادن، روز سه شنبه هم روز پرخبری نداریم به جز اینکه عصر قراره در واقع به تایم ایران ساعت 6 و نیم بعد از ظهر قرار در واقع اعتماد مصرف کننده و در واقع فرصت‌های شغلی جولز جاب اوپنینگ روی دلار آمریکا منتشر بشه که خب میتونه اون تایم توی نیویورک یک سری نوسانات اونجا ما داشته باشیم. خب اخبار بعدی مربوط به روز چهارشنبه هستش که قرار روی دلار استرالیا خب آمار تورمی منتشر بشه. خب سی پی آی ما داریم، اینا قرار منتشر بشه. خب سه مدل سی پی آی در واقع کوارترش هست، سالانش هست و کور سی پی آی کوارتر و اعتبار بخش خصوصی ماهیانش هم قرار منتشر بشه. همه اینا رأس ساعت 4 صبح. خب ما در واقع اون تایم فکر نمی‌کنم پای نمودار باشیم، ولی خب اون تایم نوساناتی میتونه نمودار داشته باشه که خب حائز اهمیته. خب ما توی در واقع همون چهارشنبه بازم یه سری اخبار داریم که خب البته روی تو بخش مدیران خرید ببینید آماری هستش که قراره روی در واقع چین منتشر بشه و در واقع مربوط به خدمات و سرویس شرکت ها هستش. خب اینا آمار تولید هم قرار منتشر بشه. خب اینا رو ما در واقع ساعت 5 صبح ببینید بعد از که ببینید تو بخش آسیا هستیم هنوزا. ببینید توی آسیا قرار این دو تا در واقع این 4 تا خبر بیاد روی در واقع دلار استرالیا تاثیر بذاره. همونجا بعدش هم دوباره روی چین هم میتونه این اخبار تاثیرگذار باشه. خب روی ژاپن و در واقع یورو هم در واقع خبر داریم. بعدش که به تایم اروپا داریم همینطور نزدیکتر و نزدیکتر میشیم. در واقع سی پی آی آلمان هم داریم که قراره، حالا این تمام وقت زده، هنوز تایمی واسش در نظر نگرفتن، قرار منتشر بشه روی در واقع ارز یورو که خب میدونیم یورو دلار طلا اینا میتونن در واقع یه مقدار حرکت داشته باشن این تایما. اگه که بیایم پایینتر فکر کنم هنوز روز چهارشنبه هستیم. خب بله روز چهارشنبه 31 ژانویه ما در واقع عصر در واقع چند تا خبر دیگه هم داریم که خب لیبل قرمز هستن و در واقع چهارشنبه عصر پرخبری داریم. خب تولید ناخالص داخلی رو قرار روی در واقع کانادا منتشر بشه. شاخص هزینه اشتغال هم قرار روی دلار. اینا رأس ساعت 5. خب قبلش هم 4:45 دقیقه قرار تغییرات اشتغال غیر کشاورزی نان فارم پیرول قرار اینا منتشر بشه. بعدش میریم سراغ نرخ بودجه دولتی و در واقع همون نرخ NFP که قرار منتشر بشه. خب اینم داده تورمی هستش. خب میدونیم بعد از اینکه ساعت 10:30 این نرخ منتشر میشه خب اینا میتونه روی طلا، یورو دلار و کلی جفت ارزها رو میتونه حرکت بده، اما این دوتا میتونن حرکات خیلی بهتری رو داشته باشن اون تایم و پوند هم میتونه حرکت بکنن. ببینید این تایم بعدش خب همه میدونیم بعدش یه نیم ساعت بعدش که خب میبینید نیم ساعت بعدش قراره کنفرانس مطبوعاتی باشه اینجا. خب قرار کنفرانس مطبوعاتی باشه و راجع به اون در واقع مسئله بیان صحبت بکنن، راجع به اون نرخی که قرار منتشر بشه و نرخش هم میبینید که همون قبلی الان زدن که قراره که همون قبلی منتشر بشه. خب حالا میریم پایینتر از پیش بینی ها که بگذریم، میرسیم به روز پنجشنبه. یک سری آمار تولید میبینید همه پی ام آی هست. میبینید همه آمار پی ام آی هست. همه این پی ام آی ها و بعد از اون روی یورو سی پی آی هایی که قرار منتشر بشه اینا همه مربوط به پنجشنبه
و در واقع همون روز پنجشنبه ما در واقع به تایم اروپا که نزدیک میشیم، البته بعد از اروپا میشه، روی پوند قرار در واقع نرخ رسمی بانکاشون منتشر بشه و در واقع اون نرخ بانکی رو انتشار بدن. اون روی چارت پوند به یو اس دی خیلی میتونه حرکت خوب داشته باشه. البته طلا هم میتونه باز توی این تایم حرکت بکنه، به خاطر خبر خیلی مهمی که قرار در واقع روی پوند منتشر بشه. خب داده‌هایی که بعد از انگلستان قرار منتشر بشه، میرسیم به تایم نیویورک قراره مطالبات بیکاری منتشر بشه و دو تا خبر بعدی که میبینید درباره هزینه‌های اولیه کار واحد اینا قرار منتشر بشه. بعد از اینا قرار توی آمار تولید مجددا آخرین آمار تولید مربوط به آمریکاست که روز پنجشنبه قرار ISM Services PMI اینا قرار اون تایم منتشر بشن ساعت 6:30 عصر. خب بعد از اینکه لندن بسته شد، نیویورک باز شد، اینا در واقع قرار منتشر بشه. بعد میایم پایین‌تر، میرسیم به اون روزی که دنبالش هستیم. روز جمعه ترید زمان خبر داریم ما روی دلار آمریکا. قراره که در واقع حتی میتونه ترید زمان خبر هم داشته باشه. روی طلا و یورو دلار پیشنهاد میکنم که روی اون چارت ها اگه که میخواین دنبال بکنید این کار رو انجام بدین، چون در واقع آمار تولید در اصلاحی میکنم نرخ اشتغال بیکاری آمریکا اینا همیشه با در واقع کانادا هم ترکیب میشد. خب آمریکا و کانادا با هم اینا رو منتشر میکنن، اما این بار یه دونه فقط داره دلار آمریکا رو نشون میده. پس میتونه طلا، البته چارت یو اس دی کد نمیتونه حرکت خاصی داشته باشه، اما خب به واسطه اینکه دلار حرکت میکنه میتونن تمامی جفت ارزها حرکت خوبی داشته باشن. اما حرکت خوب اینه که روی طلا و یورو دلار ما کارمون رو انجام بدیم. حالا بعد از اینکه اینا تموم شد، خب بعدش هم خب یه احساسات مصرف کننده داریم که خب بعدش یه 1.5 ساعت بعدش منتشر میشه و بریم سراغ چارت ها که ببینیم روی چارت ها چه خبره و ما میتونیم در طول هفته چه معاملاتی داشته باشیم. اجازه بدید من یه لحظه بریم دلار رو یه نگاه بندازیم بهش. خب اجازه بدید من اگر این قسمت رو فارسی بکنم یا انگلیسیش بکنم، خودش فارسیه، حالا نمیشه اشکال نداره، بعد خودم اون کار رو انجام میدم. باید برم روی چارت دیلی یه چیزی بهتون توضیح بدم. خب ما اینجا تنها چیزی که میبینیم، ببینید یک گپی بوده که اینجا توی این قسمت پر شده. ما اف وی جی داریم اینجا دیگه، ببینید یک قسمتی که هنوز قیمت بهش نرسید، یه بار اینجا رسیده، یه سری گیرا اینجا داشته، مجددا این قسمتش از اینجا تا اینجاش مونده هنوز. خب که قیمت اینجاها گیر کرده، یه سری رفت و برگشته داشته. ما میبینیم که در واقع تو تایم فریم دیلی ما هفته گذشته کلا رنج بودیم. خب ببینید دلار رو دارم عرض میکنم، کلا رنج بودیم، حرکت خاصی نداشتیم. این هفته اخباری داریم که به احتمال 100% میتونه به یک سمت این در واقع انتظاری که داره میکشه قیمت پرتاب بشه و حرکت ها شروع بشه، چون ما در واقع خبرهای خیلی زیادی داریم به سمت بالا یا به سمت پایین، میتونیم در واقع پتانسیل های ترید رو داشته باشیم. البته خب باید ما جهتگیریمون هم در نظر داشته باشیم. خب ما الان تقریبا میتونیم روی تایم فریم اگه بیام 4 ساعته میبینیم یه ترند سعودی داریم. اجازه بدید من یه لحظه برم روی 4 ساعته. ببینید ما تقریبا میتونیم بگیم که یه ترند سعودی داریم روی 4 ساعته. خب این ترند سعودی به اون قسمت گپ ها رسیده. ببین ما هنوز اون گپ رو در نظر داریم، خب و داره به اون سمت شادو میزنه، ولی هیچ دیتایی از این که دلار جهت گرفته نداریم. هنوز هیچ دیتایی نداریم. ببین اگه من یه دور ببرمتون رو دیلی، اجازه بدین یه دور ببرمتون دیلی رو نگاه بکنین، ما تنها چیزی که نشون میده اینه که نزولی هستیم و در واقع ببینید اینجا رو نگاه بکنید، ما اینجا نزولی هستیم. ببینید سقف و کف پایینتر هر بار داره پایینتر میزنه، برگشته بالا به این ناحیه گپی که وجود داشته توی این ناحیه نزدیکش شده، واکنش داده، ولی داره کف بالاتر زده.
الان کف بالاتر زد. خب اینجا چی به ما میگه؟ به ما میگه دیدگاه کلی ما هنوز تو استراکچر سودی هست، در واقع نزولی هستیم. اما اگه بخوام دور بکنم یه چیز دیگه هم شما میتونید ببینید. دیدگاه بلند مدت تر بخوایم نگاه بکنیم، کلی بخوایم ما نگاه بکنیم، سعودی هستیم. اما وقتی میایم رو دیلی، میایم رو 4 ساعته، میبینیم یه نزول داریم و داریم میریم پایین، چون فریم پایین تر. خب ولی اگر ما بخوایم، چون ما در واقع تایم های پایین تر معامله میکنیم، دیتای سنگین تر واسمون اینه که 4 ساعته نمودار رو ببینیم. خب ما 4 ساعته توی یه گپیم، هر جای زیر این مناطق اگه بخواد به ما موقعیت فروش بده، ما تا این نواحی رو میتونیم با قیمت بمونیم. ببینید ناحیه اول، اجازه بدید من با دقت بیشتری واسهتون رسم بکنم. ناحیه اول ما میتونیم تا اینجا بیایم، ناحیه دوم واسه ما اینجاست. خب اگه که کار بیاد زیر این نواحی، اینجاست، بخواد بسته بشه، دیدگاه حداقل 4 ساعت بسته بشه، میتونیم تا اون پایین بیایم. اگه به بالا بخواد بسته بشه، خب ما میفهمیم گپ رو رد کردیم. اما فکر نکنید تا این پشت بسته شدیم ما میتونیم کار رو تموم بکنیم. نه. چرا؟ چون این پشت ما مجددا نواحی داریم. ما این نواحی، این گره ها جلوی راه ماست. بای زدن به اصطلاح، اگه بخوام بهتون بگم، بای زدن اینجا واسه ما سخته. ما اگه انتظار ریزش داشته باشیم خیلی بهتره، چون ما اگه بخوایم به سمت بالا حرکت بکنیم، نواحی که جلوی کارو میگیرن زیادن. حالا شما بگین اگه این ناحیه ها رد بشه، این نواحی این پشت رد بشه، بهتره رو دیلی ببینیم. این نواحی این پشت رد بشه، این ناحیه و این ناحیه دیگه میتونم بهتون بگم یه دور میتونه خودشو برسونه به این ناحیه. اجازه بدید، چون ما اینجاها ما یک ناحیه داریم دیگه. من احتیاج داره که یه در واقع ابزاری بیارم. احتیاج دارم که اون باکس رو اگه بتونم پیداش بکنم، اگه پیداش نکنم خب با این خط واسهتون میکشم دیگه. یه خط داریم اینجاها، یه خط دیگه هم داریم. ببینید من اون یکی خطم بندازم، یه خطم داریم اینجا. ببینید این بین این ناحیه یه فضای خالی، شما گپ رو میتونید ببینید. این ناحیه فضای خالی که هنوز پر نشده، قیمت میتونه به اینجاها هم واکنش بده. فاصله تا اونجا فاصله زیادیه ها، ما الان دیلی هستیم، فاصله کمی نیست. تا اون بالا ما 100 پیپ فاصله داریم هنوز. خب 110 پیپ فاصله داریم، تا اونجا یه ناحیه زیادیه. خب پس بر مبنای این دو سمت شما میتونید برنامه‌ریزی‌های خودتون رو بچینید. ببینید ما توی عرض کردم توی هفته گذشته کلا رنج بودیم. خب و چیز دیگه ای که هست، من قرار یه طلا رو واسهتون یه نگاه بندازم واسهتون. ببینید اخباری که قرار منتشر بشه، در واقع لیبلاشون پایین وجود داره، اینا میتونن تکون بدن. ما روی در واقع دیلی طلا ما حرکت داشتیم، رفت و برگشت داشتیم، مثل دلار ثابت نمونده بود حداقل. خب رفت و برگشت ها میتونه در واقع دیده بشه. اما اگه بخوام روی ویکلی حساب بکنم، میبینم که نمودار کندل ریزشی زده. دیلی رو بخوام نگاه بکنم، میبینم از بالا به سمت پایین داریم حرکت میکنیم. خب من این تیکه جلو دارم میبینم. اما رسیدیم به چی؟ رسیدیم به یک ترند سعودی. هر کی در واقع با هر دیدگاهی بخواد نگاه بکنه مشخصه ما الان یه ترند سعودی داریم که در واقع اینجاهاش هستیم. ببینید توی این قسمت هستیم و نزدیک اخبار هم هستیم. اینا میتونن در واقع اون چارتی که مد نظر داریم رو پرتاب بکنن به سمت بالا. ببینید ما پتانسیل ها رو با مخلوط چند تا چیز در نظر بگیریم. ببینید ما ناحیه گپ هم اینجا داریم. ببینید ما الان اینجا اگه بخوایم دنبال بای بگردیم رو طلا، یعنی خرید بکنیم به سمت اعداد بالاتر، ما این گپ رو هم داریم. اجازه بدید من خطمو صاف بخوام بکشم. این ناحیه خالی بوده که الان نمودار اومده پر کرد، داره برمیگرده. اینجا گیر کرده، ممکنه برگرده. خب پس ما جای مناسبی واسه خرید طلا هستیم، به شرط اینکه دلار هم ما رو همراهی بکنه. خب اگه قراره دلار به اون چیزی که ما بیشتر میگیم که دلار قرار ریزشی، مثلا ذهنیتمون اینه که بیشتر ریزشی باشه، خب
این هم میتونه اون رو تایید بکنه، با اینکه مثلا داره به سمت بالا حرکت میکنه خب ممکنه صعودی بشه. و اگر بیام روی 4 ساعته در واقع طلا رو بررسی بکنم، میبینید که روی 4 ساعته اون خط روند تقریبا شکسته شده و زیرش داره بازی میکنه. اگه این فیک بریک اوت بشه میتونه کار ما رو خیلی راحت‌تر بکنه. با توجه به اخباری که ما داشتیم این رأس ساعت ما خبر داشتیم اون تایم توی اون هفته. اما اینجا اگه من بخوام در نظر بگیرم ناحیه خیلی قشنگ مشخصه. حالا من این مقدار شاید بد رسم میکنم، این تا اینجا بوده، خب یه ناحیه خالی بوده تا اینجا بوده، یه بار اینجا واکنش داده، یه بار اینجا اومده این جمع کرده واکنش داده این ناحیه رو، ولی هنوز تا اینجاهاش مونده. ببینید این فضا مونده، این فضای گپ ممکنه مجددا پر بشه و برگرده. پس اگه زیر این ناحیه بسته شد فکر نکنید که ما رفتیم سل، نه ممکنه که باز اینجا جمع بشه. اگه اومد پایینتر بدونید که این پایین رو جمع کرده، ممکنه از اینجا بخواد به سمت بالا بره. پس هم در نظر داشته. نمیگم طلا حتما سعودی هست، اما خب ترند، ما اگه قرار ترند فالوینگ باشیم و دنبال روند باشیم میبینید که روند داره صعود رو نشون میده. پس ما سعی میکنیم که دنبال خرید باشیم روی طلا تا فروش، با توجه به منطقه‌ای که اونجا در قرار گرفته. عیناً دلار یورو یو اس که الان داره برعکس همون عمل میکنه دیگه. خب ما هر چیزی روی یورو دلار در واقع ببینیم طلا هم همون رو میبینیم. ببینید اجازه بدید ما برعکس همون دلار روی طلا، ببینید روی اجازه بدید یورو یو اس دی در واقع حرکت داریم، همه چیز به همون شکل. اگه که دلار بتونه نزول خودش رو ثابت بکنه، یورو یو اس دی هم میتونه به صعود خودش توی این بازه ادامه بده. ببینید دیلی رو میبینید که ما کار در واقع داره صعودی پیش میره و داره جمع میکنه. الان هم در واقع روی یک گپ قرار داریم. ببینید این گپ ماست و سیستم الان در واقع اون قیمت روی اون گپ قرار داره. ببینید این ناحیه گپ. این ویدیو میخوام طولانی نشه، من در واقع اینم توضیح بدم. یورو یو اس دی هم میتونه از اینجا جمع بکنه به سمت بالا. اگه که اومد این ناحیه ها رو گرفت و این نقدینگی پشت جمع کرد، باید حواستون باشه یا به سمت بالا، یا اگه تونست جمع بکنه راحت بعد از پول بک به سمت پایین میتونه حرکت خوبی رو داشته باشه. پس ما نوایی اگه بخوام واسهتون در نظر بگیرم، ما یه ضخامت هم اینجا داریم رو یورو یو اس دی. ببینید یه ضخامت داریم اینجا، باید حواستون باشه این لایه ها رو باید بهشون خیلی دقت بکنید. واسه بای زدن دارم بهتون عرض میکنم. خب پس اینا، این پتانسیل هم در نظر داشته باشید. امیدوارم که هفته پرسودی رو سپری بکنید و در واقع از معاملاتتون لذت ببرید. امیدوارم سعی و سلامت باشید. درود بر شما. خدا نگهدار.